اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان در اعلامیه میگوید اظهارات اخیر وزیر داخله پاکستان بی اساس بوده و این نوع اظهارات باعث تیرگی روابط دوستانه میان دو کشور میگردد. همچنان میافزاید هر نوع نگرانی ها باید از راه تفاهم حل گردد. افغانستان کشور بی صاحب نیست. شیخ محمد قاسم خالد والی کابل با برخی از اساتید پهنتون‌های خصوصی این ولایت دیدار کرد. والی کابل علاوه بر خوش آمدیدگویی به اساتید، برخی از راهنمودهای مهمی را با آنان در میان گذاشت. هیئت عالی رتبه تفتیش قضایی سر محکمه از محاکم ولایت بغلان و سمنگان بازدید نمود. قماندانی امنیه کابل میگوید منسوبین حوزه 12 6 تن سارق را دستگیر کردند. این مجرمین از مناطق مختلف شهر کابل به زور اسلحه سرقت می نمودند و چندین تن شهروند را نیز زخمی کرده است. اداره ملی استاندارد میگوید در ولایت نیمروز 26 تانکر مواد نفتی بی کیفیت یعنی تیل دیزل که با استانداردهای این اداره مطابقت نداشت به کشور ایران مسترد کرده است. در ولایت پکتیا از شاگردان زبان انگلیسی در مرکز آموزشی هلال احمر افغانی امتحان اخذ گردید. هلال احمر افغانی در حال حاضر 36 مرکز آموزشی در سراسر کشور دارد که هزاران شاگرد فقیر در آن مصروف فراگیری آموزش میباشند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید کار بازسازی کانال قشتیپه در شمال کشور به سرعت ادامه دارد. وزارت امور داخله میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر ننگرهار در یک ماه گذشته 25 تن را با 1247 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر بازداشت کرده است. از سوی شاروالی کابل در مربوطات ناحیه 17 در مسیر سرک کوتل خیرخانه کار ساخت گنبد خضرای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در حال بازسازی است.